استایل جدید آقا رو شما میبینید. ایشون با استایل جدید روی مبل نگاه بکنید، کاملا یک استایل جدید برای پت هایی که توی خونه ها هستن میتونن این استایل داشته باشن. و آرزم خدمت شما که یک مطلبی رو من به شما توضیح بدم دوستان. میخوام شما از زیرکی این موجود، یعنی خیالتون راحت باشه که این موجود بسیار بسیار زیرکه. نگاه کنید این مبل رو میبینین، این مبل 2 نفره منه که من زمانی که از سر کار میام روی این 20 دقیقه 25 دقیقه اینجوری استراحت میکنم. خب یعنی دقیقاً به محض اینکه من اومدم، اول اومد یه کاری کرد من غذاشو بهش بدم، به محض اینکه غذا رو دادم خورد تا من لباسمو عوض بکنم اومد به این شکلی که میبینید روی مبل دراز کشیده. هدف از این کار چیست؟ یعنی من میام اینجا دراز میکشم و نمیذارم تو اینجا دراز بکشی و استراحت کنی. ببینید این شخص شاید براتون خنده‌دار باشه یا فکر کنید که من اینو از روی شوخی میگم، ولی به تمام مقدسات قسم که از عمد میاد اینجا. چون روزایی که زمانی که من میرم رو تخت خواب میخوابم میره روی یه مبل دیگه، اصلا روی مبل نمیمونه. زمانی که من میام از سر کار میدونه من میخوام بیام اینجا یه 10 دقیقه استراحت کنم، میاد اینجا با یه همچین سیسی هر سری هم حالا پوزیشناشو تغییر میده. یعنی شما این موجود ببینید، این موجود بفرما این شخص که الان از خجالت سرش آورده پایین که همش هم فیلمه و همش هم فیکه، این شخص حالت پنجه رو ببینید در صحنه. بله این موجود. این من واقعا زبونم قاصره از گفتن هر جمله‌ای.